بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أعظم الله أجرك وأحسن أداءك وغفر لميتك. اللهم غفر له، اللهم ثابته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أخي الكريم. الله يحفظ من كل شر. الله سبحانه وتعالى حافظ ناصری ما و شما باشه و این برادر ما را شیخ ابو اسامه رحمه الله را مورد رحمت خیش قرار داده باشه و جنت الفردوس نصیبش بگردونه و برای نزدیکای برادر عزیز ما الله رب العزت و الجلال صبر جمیل نصیب بکنه و بخصوص الله رب العزت و الجلال او مادر حنون او امی الحنونه که چنین فرزند به دنیا آورد، تعلیم داد، تربیه کرد و برای جامعه تقدیم کرد. الله رب العزت و الجلال براش صبر جمیل نصیب بکنه. آمین یا رب العالمین. اخی جان، الله حفظت کنه. بله، واقعا چنانچه الله رب العزت و الجلال فرموده است که هر وقتا که یک مصیبت بالای بندگان می آید و یا چی میگن؟ الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. هر وقتا که بالای فرزند آدم یا که بالای بندگان الله رب العزت و الجلال یک مصیبت می آید و یا میگن که به شک هر آینه ما از جانب الله ایم و بازگشت ما باز به سوی الله رب العزت و الجلال است. بله، واقعا همی است. و همچنین الله سبحانه و تعالی میفرماید کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. تمام نفس چشنده مرگ است و بازگشت ما یا اینکه ما هممون رجوع کننده هستیم، برگردنده هستیم به سوی الله رب العزت و الجلال. پس به این خاطر من حیث برادر باقی صالحاتی که برادر ابو اسامه رحمه الله برای ما و شما گذاشته است، از دعوتاش و از نصیحتاش، اولا دعوتای برادر را در زندگی ما تطبیق بکنیم، بعدا نصیحتای برادر را گوش بگیریم و ثانیا نصیحت‌ها و دعوت‌های برادر را نشر و پخش بکنیم، زیرا از جانب برادر اونا صدقه جاریه بدن، یعنی باقی صالحات بدن. به سبب او میشه که الله رب العزت و الجلال بازم در حالت مقابر برای ایشان در نام اعمالش حسنات می نویشه که در این شک نیست. باقی اخی جان، الله حفظت کنه.